سلام دوستان، امیدوارم که حالتون باز مثل همیشه خوب باشه و اینکه ما دوباره یه مبحث حد رو براتون در نظر گرفتیم. ببینید گفتم مقدار حد رادیکال فورس 3 x منهای 7 x منهای 12 x منهای 14 بر x منهای x سمت مثبت بینات کدام است؟ خیلی راه‌ها برای حل این حد وجود داره. خیلی راه وجود داره که من بهتر میدونم که مبحث این جلسمون هم اینه، از هم‌ارزی استفاده کنیم. ببینید ما هی این هم‌ارزی رو میگیم و ول نمی‌کنیم، چون که در علل خصوص در لیمیت ها هم‌ارزی خیلی به درد میخوره. تا بخوایم این رو با روش دیگه حل کنیم، ببینید وقتی که فرجه شما یه عدد فردی باشه و مقدار عدد به تعداد شماره فرجه عبارت ضرب شده باشه از درجه 1، یعنی با هم در ضرب درجه به عدد فرجه 3 میشن، میتونیم این رادیکال رو رادیکال 3 x منهای 7 در x منهای 12 x منهای 14 را به همین سادگی هم‌ارز x منهای x بار بگیریم. یعنی کل این عبارت رو بنویسیم x منهای میانگین این اعداد 7 12 14. ببینید جمع کنیم چند میشه؟ 33 تقسیم بر 3 میشه 11. پس کل این عبارت رو x منهای 11 گرفتیم. x منهای 11 بر x منهای 11 1 میشه و جواب الف. به همین سادگی. تا جلسه بعد به خودتون برسید تا یه درس هم‌ارزی دیگه با در خدمتتون باشیم.